خوب دیدند و امروز مقابل ویتنام یکی از دسته‌هایی است که در چمپیونات آسیا در همه سن و سال کشور و همچنین ستاد مربیان برای بازی با دسته ویتنام روحیه خیلی هم خوب دارند. امیدوارم که امروز مخلص عموما دسته منتخب فوتبال تاجیکستان یک نتیجه خوبی رو در این مسابقه به دست می‌آورد و حتما خاطر ما و شما را شاد می‌کند. توجه می‌کنیم دوستان ارجمند به هیئت اساس با تو باز هم بازیگران ما پرتاب به میرزا رؤوف عمر ارسال تو به کنار میدان و ادریس یاروف ضربه ادریس و گل. اولین شده بازیگران تاجیک دروازه ویتنام را رخ نکردند و ببینید چگونه ادریس یاروف دروازه ویتنام را رخ نکرد و این هم شماره ناقدر زیادی مخلصان تاجیکی در ورزشگاه شریفپوری شهر تبریز جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. خیلی و خیلی خوب بازی کرد ادریس یاروف، هم از توپربایی، هم از فریب و هم از لحاظ زدن ضربه. زیاده از 9 دقیقه دیگر تا انجام نیمه اول بازی باقی مانده است. حالا ایرج ناصف را میباید بازیگران را عوض کند. ما در حیط دسته تاجیکستان بازیگری را میبینیم که اولین مرتبه در بازی امروز وارد میدان میشد. این دولتوف شهزاد است تحت رقم 9 که در بازی دیروزه استفاده نشد در حیط دسته تاجیکستان. اصلا از ایرج ناصف هم پرسان شدیم بعد بازی دیروزه که چرا بازیگران ذخیروی تاجیکستان حساب 1-1 است. بازیگران ما نتوانستند بعد آن که دروازه ویتنام را رخ نکنند این حساب را نگاه دارند، ولی به هر صورت باکی نیست. ضربه از مسافه دور و دروازه‌بان نتوانست این گونه ضربه را برطرف بکند. اصلا پیش روی دروازه‌بان را هم گرفته بودند، ولی متوجه میشیم به حالت تکرار که چگونه ویتنامی ها گل دوم خود را به ثمر رساندند. حالا ببینید بازیگر تحت رقم دوم یک نفر را اصلا فریب داد. اینجا هفته گل. خورشید زین‌الدین بازیگر خط حمایه دسته تاجیکستان مست